بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان امروز به یکی از فروش‌های مشهور شهر خود پیش حاجی صاحب احمد مسعود احمدی آمدیم و امروز قرار است معلومات داشته باشیم در مورد از اینکه تلاجات چه قسم در بازار خرید و فروش میشه و چه نوع طلاها موجود است. به شما معلومات بیشتر حاجی صاحب میده. حاجی صاحب محترم سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. شما خوب صدمن است. بسیار خوش آمدید. سلامت باشین، خوش باشین. حاجی صاحب محترم در مورد بازار تلاجات معلومات بدین. چی نوع از تلاجات در بازار موجود است و زیاتر مردم از کدام طلا بیشتر پسند میکنه و اینکه قیمتا به چه قیمتا هست و همچنان که خرید و فروش از او تحت چی معیارها میشه، واحد اندازه‌گیری و مقیاس از او چی است و چه نقطه‌ای باید در خرید و فروش طلا خانوادات در نظر بگیرد. خدمت شما عرض کنم که طلا که خرید و فروش میشه یعنی اندازه‌گیری از روی گرم میشه. هر گرم مثلا قیمت داره از خود. یک گرم طلا اندازه‌گیری از او هم از روی گرم میشه. مثلا 1000 گرم 1 کیلوگرم میشه و هر گرم به اینجا ما خرید و فروش میکنیم. بله. و طلای عربی که هست طلای 22 21 و طلای ایرانی و طلای افغانستان هم که هست طلای 18. یعنی طلایی که ما و شما فعلا در ایران داریم این تقریبا رقابت با طلای ایران میکنه. طلای 18 طلای عیار طلا و طلای 735. اگه خدمت شما عرض کنم که هر گرم طلایی که شما فرمودین که چقدره، همین فعلا ما 1 گرم طلای مستعمل خود ما به 3900 افغانی میخریم و همون طلای مستعمل باز به 3930 افغانی میفروشیم. یعنی گرم 30 افغانی ما فایده میخوریم. و بس بروی طلای نو باز میایم که طلای نو حجرت داره. اینا باز حجرت‌های متفاوته. مثلا خدمت شما عرض کنم 1 گرم طلای خود ما دکاندارا حجرت میده مثلا 200 افغانی 300 افغانی تا 500 افغانی حجرت داره. کارای هرات که خود ما حجرت میده. دیگه نمی کار هرات که هست طلای 18 استاندارد. خدمت شما عرض کنم که با حساب همی 735 ما خود ما میفروشیم و با تضمین هم 735 پسیر برمیداریم. یعنی تضمین شده اینا. بسیار. حاجی صاحب چطور یک کسی که از طلا نفهمه بفهمه که این طلای 18 ای عربیه یا ای که مطمئن بشه که بله امون مارک که دکاندار سر فروخته امون مارک ما دارم میخرم، او بروی فاکتور خود می نویسه تو برش چی میته؟ خوشبختانه یک روال ها به ایراد رواج شده که طلایی که میخرم همشهریای ما و شما اینا میارن پس به اتحادیه و دفتر ما. به اونجا که میارن پس ما یک سنجش میکنیم میبینیم و کی همین مقدار طلایی که به گفته فرض کنیم 21 یا 22 باشه یا 18 و 18 باشه. طلای ایراد که هست ما خود ما لیزر میزنیم. یعنی یک هنگی اتحادیه خود از خود داره که مال هر طلایی که شما خواسته باشین او هنگر ما میزنیم که اتحادیه تایید و تثبیت میکنه که همین طلای 18 و وزنی هم به اتحادیه چی میشه؟ به اتحادیه سنجش میشه. فیگرا من اگه ما مشتری صحبت کرده باشه هم با اتحادیه مسنجیم ما بدون از اینا کدام گپ گفت. بسیار خوب. در خرید باید خانواده به نظر شما یک فاکتور که میگیره و فاکتور باید مور شده باشه و یا اینکه چه نقطه گرام باید مشخص شده باشه، چه نقطه مهمی است که یک خریدار سبا روز بتونه ادعا کنه و اون نقطه رو مد نظر بگیره وقت خرید طلا؟ اون فاکتوری که از دکاندار میگیره همشهریان عزیز ما شما پول به اتحادیه که میارن او خود از سنجش میشه سنجیده میشه. واجهات مورد دکاندار نیست. وقتی که در اتحادیه سنجش شد و تثبیت شد که همین فرض کنیم 10 گرم طلا 10 گرم است، مثلا گرم 4,500 افغانی فروخته به 45,000 افغانی، این به مشتری تو روش رکن روشن ما صحبت میکنیم میگیم همین طلا شما 10 گرم مثلا گرم 4,500 افغانی بخریم شما و هر زمان انکلی برگردونیم به ضروری یعنی اون فاکتور یعنی طلا شما 10 گرم و کم زیاد نداره. یک مقدار کمی کسر من میسه و کسر میکنه. بسیار خوب. و حاجی صاحب محترم در مورد سکه ها، سکه وزنای متفاوت داره، کم یک از مورد سکه بر مردم معلومات بدیم. بعضی علاقه داره سکه که هست طلای پهلوی که هست. همین سکه پهلوی 8 گرم و 150 سوته و نیم پهلوی که هست 8 گرم و 50 سوته. یک سکه چارکه یعنی ربع هست 2 گرم و 20 سوته. همین نیم پهلوی 4 گرم و 50 سوته ربع که هست مناسفی از اونه و این بزیر حساب 2 گرم 20 سوت میشه که ما اینجا 5 سوت دیگه نداریم.
مثلا 50 سوت تقسیم 2 کنیم مثلا که بشه مثلا رب بشه 2 گرم و 25 سوت نداریم 2 گرم و 20 سوت میشه. بسیار خوب. خب آقای صاحب اگر روی یک کاغذ کمی تفصیل از این امکانش هست که امی مقدار صوت گفتن؟ بله شده بله. خب بسیار خوب. خب آقای صاحب مثلا یک طلا را اگر امکانش باشه که به ما یک راهنمایی کنین که این وزن از یک قدر شد قیمت از یک قدر میشه. بله. همچین یک چیزی. خدمت شما از اون برقم که ندانی خیلی از پروانه داره. همین ترازوکای خورده است. خب ببینید. فرض کنیم این انگشتر است. خب مثلا این 2 گرم و 810 سنت. متوجه شدی؟ بله. فرض کنید که 2 ممیز 810 باشه هم ضرب داره این هم 4400 مال ما میفروشیم اینو شده 12360 دفعه. بسیار خب جناب سپاس و تشکر سمتر تشکر و یکی روی کاغذ و قلم من بیشتر از مقدار صوت و سنجش اگر گفتین امکانش باشه که او را به مردم راهنمایی او را برای شما چی میکنه واسه کامپیوتر میکشم برای شما مکمل یک چیز موازی روشن میدم برای خب بسیار خوب و تشکر. حضرت در مورد زکات و این چیزا اگر کم معلومات بدین زکات طلا چقدر است باید مردم مد نظر بگیرن؟ او دیگه برمیگرده بریم مولوی صاحب ما بسیار خوب تا جایی که ما به جریانیم. بله این از 100 گرم طلا 2.5 گرم طلا زکات میدن تا جایی که ما به جریانیم. لباس مولوی صاحب اون خوب مشخص برای ما میگن که چقدر است چه رقم است. بله خوب بسیار خوب آقای محترم دمات است داره بله بسیار خوب خب تشکر آقای محترم تشکر از خدمت شما. بعدی باز میلی گرم است تمام نیم گرم است باز بعد از اون مثلا میزنیم 1.560 یعنی خونه سوم را ما میگیم. بله بسیار خوب خانه سوم گرفته میشه. بله خب این صوت چی گفتن؟ صوت انمو 1000 صوت 1 گرم 1000 صوت 1 گرم است. خب 1000 صوت 1 گرم خب خانه اشار منظور شما از صوت؟ نه خونه اولی خانه اول اشار همین چون فرض همیشه خوب فرض کنیم این مثلا این خونه دوم از این مثلا میشه 100 صوت درسته؟ 5.1 صوت میشه. بسیار همین گرم خونه دوم عشری هم صوت گفته میشه. صوت الان صوت دوم 3 گرم الان 100 صوت دوم 3 گرم. خب اینم به حساب محاسبه باز شما ایره این هم 1 عشری مثلا بعضی موردها میشه مثلا 100 فرض کنیم میشه 150 150 1 عشری 150 یعنی با ما روار حساب میشه 150 بله. بسیار خوب. مثل فرض کنن که یک چیزی هست که همین مقدار شد مقدار پولی از این باز چه رقم چه میشن؟ فرض کنین فی گرام از این میشه مثلا خدمت شما خوبی نوشته فی گرام مثلا 4000 و فرض کنین این هم 500 افغانی. بله خب بشین نوشته شریعه خوردنی باز 150 شده مثلا 1.150 صوت یعنی صوتی نه. خب این فرض کنیم که هم شده ضرب در این هم 4500 افغانی مثلا این حساب میشه 23100 افغانی. بسیار